من سهیلم، 17 سالمه. ما یه خانواده 4 نفره ایم. من، سعید داداش بزرگم، مامان و بابا. یه خانواده معمولی مثل همه. البته تا همین 1-2 ماه پیش. همیشه فکر میکردم زندگیمون از اون مدل زندگی هاییه که هیچ وقت هیجان خاصی نداره. نه اتفاق بدی، نه چیز عجیب غریبی. ولی خب بعضی وقتا همه ی خانواده های آروم یه چیز زیر پوستشون قلقل میکنه که هیچ کس نمیفهمه تا وقتی که دیر شده باشه. همه چیز از وقتی شروع شد که سعید یه جورایی عوض شد. اون یه پسر نرمال بود، زیاد حرف نمیزد ولی میخندید، شوخی میکرد، با من پلی‌استیشن بازی میکرد. اما یه دفعه نمیدونم چی شد ولی شروع کرد به دوری کردن. بیشتر وقتش رو توی اتاقش میگذروند. در اتاقش همیشه قفل بود. اولش مامان گفت دوره بلوغ و فشار درس و کنکوره، طبیعیه. ولی من میدیدم این فقط یه بهونه است. یه چیزی توی چشماش بود، یه چیز سرد، خالی. انگار پشت اون نگاه دیگه خود سعید نبود. بیشتر شبا تا دیر وقت بیدار میموند. از زیر در اتاقش یه نور زرد کمرنگ بیرون میزد. بعضی وقتا صدای پچ پچ میومد، انگار داره با کسی حرف میزنه. یه شب که از دستشویی برمیگشتم وایسادم جلوی اتاقش. گوشمو چسبوندم به در. صدا میومد ولی واضح نبود. فقط یه صدای زمزمه یک نواخت، مثل یه دعا یا یه ورد. یه لحظه بوی استخوان‌دوست زد تو دماغم. بویی که انقدر غلیظ بود که حس کردم دارم خفه میشم. از اون شب به بعد همیشه از اتاقش اون بو میومد. مامانم یه بار گفت عطر استخوان‌دوست برای آرامشه، شاید واسه خوابش میزنه. ولی اون بو بوی آروم کننده‌ای نبود. یه بوی غلیظ، سنگین، مثل چیزی که رو جنازه اسپری کرده باشن تا بوی تعفنش رو بپوشونه. کم کم رفتار سعید خشن شد. با بابا بحث میکرد، سر چیزای کوچیک داد میزد. حتی یه بار مشت کوبید به دیوار. منم چند باری خواستم باش حرف بزنم ولی فقط یه نگاه سرد منو بدرقه میکرد. یه بار به شوخی گفتم چرا اتاقت بوی عطاری میده؟ یه لبخند زد. ولی اون لبخند نمیدونم چطوری بگم، لبخند نبود. بیشتر شبیه این بود که داره سعی میکنه لبخند بزنه چون یادش رفته چطوری لبخند واقعی بزنه. یه شب صداش رو شنیدم. داشت بلندتر از همیشه با خودش حرف میزد. یه صدای گرفته، 2 لحن مختلف. یه لحن خودش بود ولی اون یکی نمیدونم کی بود. اما حس کردم اون یکی از اتاق نمی اومد، از یه جای دیگه بود. صبح روز بعد وقتی رفته بود مدرسه مامان خواست اتاقش رو تمیز کنه ولی در قفل بود. گفت کلیدش رو نمیدونم کجا گذاشته. از همون موقع یه وسوسه‌ای تو ذهنم افتاد، این که برم تو اون اتاق و ببینم اون بوی لعنتی از کجاست. یه روز عصر که سعید رفته بود بیرون داشتم دنبال شارژرم میگشتم که یه کلید کوچیک نقره‌ای پیدا کردم. یه چیزی درونم میگفت کلید اتاق سعیده. تا شب دلم آشوب بود. بوی استخوان‌دوست تا حال هم رسیده بود. همون شب تصمیم گرفتم برم تو اتاقش. فقط یک بار، فقط یک نگاه. دستمو گذاشتم روی دستگیره. قلبم داشت از گلوم میزد بیرون. کلید رو آروم چرخوندم. در باز شد. یه بوی سنگین مخلوطی از بوی استخوان‌دوست و چیزی شبیه به گوشت فاسد زد تو صورتم و اون لحظه فهمیدم چیزی که قرار اون تو ببینم هیچ شباهتی به اتاق یک پسر معمولی نداره. در اتاق که باز شد یه لحظه حس کردم هوا سنگین تر شده. انگار هوای اون اتاق با هوای بقیه خونه فرق داشت. غلیظ‌تر، مرطوب‌تر و عجیب‌تر از همه بوی استخوان‌دوست بود که با یه بوی تعفن قاطی می‌شد. یه بوی ترش، مثل بوی چیزی که تو رطوبت مونده باشه یا نمیدونم گوشت گندیده. نور زرد رنگ کم رنگی از آباژور کنار تختش پخش شده بود. اتاق در نگاه اول کاملا عادی به نظر می‌رسید. تخت مرتب، میز شلوغ و چند تا دفتر و کتاب و یه آینه نیمه قدی کنار کمد.
ولی هرچی بیشتر نگاه میکردم یه حس عجیبی میگفت یه چیزی اینجا سر جاش نیست. همه چیز تمیز بود، خیلی تمیز، تمیزتر از حد طبیعی. هیچ گرد و خاکی، هیچ لباسی روی زمین نبود. حتی ملافه تختشم مثل اینکه اتو شده باشه صاف بود. اما اون بو، اون لعنتی داشت از یک گوشه ای از اتاق می اومد، از کنار کمد. یه لحظه صدای تیک تاک ساعت دیواری رو شنیدم و بعد سکوتی که گوشم و زنگ مینداخت. رفتم سمت کمد. دستم میلرزید. یه چیزی ته دلم میگفت که برگرد، برو بیرون، ولی کنجکاوی کوفتی نمیذاشت. در کمدو باز کردم. لباس آویزون بود، کاملا منظم، رنگ به رنگ، با فاصله های یکسان. اما اون بوی تعفن از پایین بود. خم شدم. چراغ قوه گوشیمو گرفتم پایین. یه چیزی اونجا بود. یه صندوقچه چوبی قدیمی، تقریبا اندازه یه جعبه کفش، با قفل کوچیک آهنی. چوبش ترک خورده بود. یه گوشش لکه قهوه‌ای تیره داشت. قلبم داشت تون میزد. یه لحظه حس کردم صداش داره تو گوشم میپیچه. دستمو دراز کردم. صندوقچه رو بیرون کشیدم. همون موقع یه موج بوی بدتر زد بیرون، مثل اینکه در سطل زباله قدیمی رو باز کرده باشی. حالم داشت به هم میخورد، ولی نمیتونستم نادیدش بگیرم. با ناخون سعی کردم قفلش رو باز کنم. گیر کرده بود. با نوک کلید اتاق چند بار کشیدم روش تا بالاخره صدای تق اومد. در صندوقچه باز شد و بعدش نفس توی سینم حبس شد. داخلش پر بود از چیزی که مغزم تا چند ثانیه قبول نمی کرد واقعیه. انگشتای دست آدم، خشک شده، کبود، بعضیا نصفه، بعضیا کامل، بعضیا با ناخونای بلند سیاه، همه چیده شده با نظم ردیف به ردیف، مثل مجموعه‌ای که با وسواس جمعش کرده باشن. زیرشون یه پارچه سفید بود، سفید خونی. بوی تعفن حالا واضح تر بود. دیگه بوی استخوان هم نمیتونست پنهونش کنه. احساس کردم معدم میسوزه. عقب رفتم. صندوقچه از دستم افتاد و چند تا انگشت قل خوردن روی زمین. خوردم به پام. جیغ توی گلوم گیر کرد. میخواستم فرار کنم که همون لحظه صدای در اومد و یه صدای پسرونه که با سردترین شکل ممکن سلام داد. سعید برگشته بود. قلبم وایساد. همون لحظه یه صدای آروم از راه رو اومد. قدمهاش، 1، 2 تا، 3 تا، مستقیم به سمت اتاق خودش. چراغ گوشیمو خاموش کردم. صندوقچه رو با پا هل دادم زیر تخت و خودم خزیدم همونجا. نفسام بریده شده بودن. صدامو نمیتونستم کنترل کنم. در اتاق با یه صدای قیش باز شد. پاهاشو دیدم از زیر تخت. آروم گذاشتش تو اتاق. بوی استخوان قوی تر شد. ایستاد، ساکت. هیچ حرکتی نمی کرد. فقط ایستاده بود و حس می کردم داره گوش میده. بعد یه صدای گرفته گفت سهیل. قلبم ریخت پایین. نفسامو حبس کرده بودم. قلبم داشت اونقدر تون میزد که میترسیدم صداش از زیر تخت شنیده بشه. پاهای سعید درست جلوی چشمم بود. روی پارچه شلوار تمیز و اتو کشیدش چند تا لکه قهوه‌ای جا خوش کرده بود. لکه هایی که انگار تازه خشک شدن. حرکت نمی کرد. فقط وایساده بود. انگار داره بو میکشه. بوی استخوان قوی تر شده بود. اونقدر قوی که چشمام میسوخت. یه بوی خفه کننده، مثل عطری که بخوای بهاش تعفن یه چیز مرده رو پنهون کنی. صدای نفسش رو میشنیدم. عمیق، کند و نامنظم. بعد با همون صدایی گرفته گفت سهیل، اومدی تو اتاقم؟ نفس توی سینم خشک شده بود. هیچ حرکتی نکردم. یه لحظه ساکت موند. بعد صدای قدمهاش اومد که داشت میرفت به سمت کمد. درست همون جایی که صندوقچه بود. زانوهاش صدا دادن. در کمد باز شد. من از زیر تخت فقط سایه پاهاش رو میدیدم که روی زمین تکون میخورد. بعد یه مکس. لعنتی. صندوقچه. یادم رفته بود بذارم سر جاش. صداش عوض شد. انگار لحنش دیگه انسانی نبود. یه جور زمزمه دولایه
انگار یه صدای بمتر که روش سوار شده باشه. کی بازش کرده؟ کی بهش دست زده؟ صدای ضربه سنگینی اومد. انگار مشتشو کوبید به دیوار. یه چیزی ترکید. من ناخودآگاه یه نفس عمیق کشیدم و همون موقع سکوتم شکسته شد. پاشنه پاش چرخید به سمتم. سایش برگشت به طرف تخت. صدای کشیده شدن پا روی فرش اومد. نفسم از کنترلم خارج شده بود. سعی کردم با دست جلوی دهنمو بگیرم ولی یه صدای خفیف از بین انگشتام در اومد. لحظه بعد صدای خشخش زانو زدنشو شنیدم. پایین اومد. صورتش فقط چند سانت با لبه تخت فاصله داشت. چراغ اتاق هنوز روشن بود. از زیر تخت فقط یه تیکه از چونه و لباش رو میدیدم. لبش یه لبخند نازک داشت ولی اون لبخند طبیعی نبود. یه لحظه به سمتم خم شد. انقدر نزدیک که بوی استخ و دوس مخلوط با یه بوی آهن زنگ زده رو حس کردم. آروم گفت میدونم اینجایی سهیل. بعد مکس کرد و با همون صدای دوتایی ادامه داد ولی اشکال نداره. امشب نوبت تو نیست. بعد از چند ثانیه که مثل یه قرن گذشت بلند شد. قدمهاش رفت سمت در. صدای قفل در بسته شد. همونجا خشکم زده بود. جرأت نمی کردم تکون بخورم. 1 دقیقه گذشت. 2 دقیقه. 10 دقیقه. فکر کردم رفته. آروم از زیر تخت خزیدم بیرون. باید همون لحظه میرفتم و همه چیو به مامان میگفتم. باید میگفتم که پسرشون داره عقلش رو از دست میده. ولی اگه باور نمیکردن چی؟ همون موقع صدای سعید اومد. داشت از خونه بیرون میرفت. یه لحظه یه تصمیم دیگه گرفتم. سری رفتم تو اتاقم و لباسم رو عوض کردم. میخواستم ببینم کجا داره میره. نمیخواستم تو درد سر بیفته. با سرعت از خونه زدم بیرون. سعید 50 متر جلوتر داشت قدم میزد. آروم و با پاهای لرزون افتادم دنبالش. نفسم از هیجان و استرس بند اومده بود. تمام تلاشم رو میکردم که از دیدش پنهون باشم. شانس با هم یار بود و سعید تصمیم نداشت سوار ماشین بشه. چند دقیقه تو همون خیابون ادامه داد و بعد پیچید توی کوچه بنبست. سرعتم رو زیاد کردم که گمش نکنم. وقتی رسیدم سر کوچه دیدم رفت توی یکی از خونه های درب و داغون که درش باز بود. معلوم بود که خیلی وقت متروک است. قبل از اینکه کامل توی تاریکی محو بشه برگشت و با گوشه چشم به پشت سرش نگاه کرد. چند دقیقه بعد از اینکه سعید وارد اون خونه شد راه افتادم به سمت ته کوچه. قلبم داشت می اومد تو دهنم. ترس داشت منو میکشت. یکم جلوی اون در خونه متروکه وایسادم. یه حسی بهم میگفت بی خیالش شو. برگرد خونه و همه چیز رو برای خونوادت تعریف کن. ولی نمیتونستم همینجوری بی خیال شم. نمیتونستم همینجوری بی خیال سعید بشم. پس چشامو بستم و وارد خونه شدم. همه چیز توی تاریکی مطلق فرو رفته بود. فلش گوشیمو روشن کردم که بتونم بهتر ببینم. کل خونه توی مرگ غرق شده بود. یکم این طرف و اون طرف رو نگاه کردم که یه نور ضعیف زرد ته اون ساختمون توجهمو جلب کرد. نور از یه اتاق گوشه خونه می اومد. آروم آروم رفتم جلو. در اتاق بسته بود ولی دیوار کناری ترک برداشته بود. نفسام بند اومد. خم شدم و به داخل شکاف نگاه کردم. یه اتاق کوچیک اون پشت بود. یه جور انباری یا تونل و داخلش سعید با زانو نشسته بود پشت به من. دور تا دورش پر از شیشه های کوچیک بود. هر کدوم پر از یه مایه زرد رنگ. بعضیا توش چیزی شناور بود. چیزی که شبیه به انگشت یا یه تیکه پوست به نظر می رسید. یه چراغ نفتی جلوی خودش گذاشته بود و با یه صدای خشدار داشت یه ورد رو تکرار می کرد. کلماتش رو نمی فهمیدم ولی وسط هر چند جمله یه اسم تکرار می شد. نسرین؟ ما کسی به این اسم نمی شناختیم. یعنی کی بود؟ یه لحظه با وحشت فهمیدم داره با یکی حرف میزنه. ولی اونجا فقط خودش بود. فقط خودش و یه سایه دیگه که درست رو به روش نشسته بود. سایه‌ای که شکل انسان بود اما تکون نمیخورد. و وقتی سعید دستش رو بالا آورد سایه هم همزمان همون حرکتو کرد.
دقیقاً همزمان. من خشکم زد، دستام یخ کرده بودن. از ترس یه قدم رفتم عقب که یهو پام خورد به یه قوطی حلبی پشت سرم. سعید برگشت. چشمام قفل شد با چشمای اون. چشماش سیاه نبودن، تهشون قرمز بود، مثل زغال نیم سوز. برق نور چراغ نفتی توش لرزید و بعد گفت تو نباید اینجا می اومدی، تو نباید اینو می دیدی. وقتی سعید اون جمله رو گفت حس کردم یه چیزی توی بدنم شکست. یه سرمایه تیز از ستون فقراتم بالا رفت و دستام شروع کردم به لرزیدن. خواستم از اون خونه بزنم بیرون ولی زانوهام سست شدن. افتادم کنار دیوار. صدای خنده آرومش اومد، یه خنده کشدار که انگار از ته چاه میپیچید بالا. نور زرد پشت دیوار ناگهان خاموش شد. تاریکی مطلق. یه لحظه بعد حس کردم صدای خشخش از پشت دیوار اومد. یه چیزی داشت حرکت میکرد و بعد صدای چرخیدن دستگیری در. پریدم سمت یکی از اتاقای خونه که یه دیوارش کامل خراب شده بود، ولی قبل از اینکه حتی فکر کنم کجا قایم شم در با صدای مهیبی باز شد. نور سر راه رو افتاد توی اتاق. سعید سرش رو از لای در آورد داخل. فقط یه لحظه نگام کرد. چشماش حالا کاملا قرمز بودن ولی یه برق سرد توش بود، مثل وقتی که نور توی چشم گربه میفته. آروم گفت میدونستم طاقت نمیاری ولی هنوز وقتش نرسیده بود سهیل. باورم نمیشد. اون صدای داداشمه. چهرش یه جوری بود که انگار یه نفر دیگه زیر پوستش زندگی میکرد. با دست اشاره کرد به اون اتاق. نمیدونم چی شد که حرکت کردم. شاید یه حس عمیق کنجکاوی لعنتی، شاید یه نیروی بیرونی، ولی رفتم سمت اون در. نور چراغ نفتی دوباره روشن شد، لرزون و زرد. اتاق کوچیک پر بود از بوی تند نفت و سخدوس و یه بوی دیگه، بوی آهن زنگ زده و خون خشک شده. سعید رفت جلو، به یه میز چوبی اشاره کرد. روی میز یه دفتر بود، جلد چرمی قهوه‌ای که انگار قرنها قدمت داشت. بازش کردم. صفحه ها پر بود از دست نوشته هایی که به زبون هایی بود که نمیفهمیدم. وسط هر صفحه یه اسم نوشته شده بود با یه جوهر سیاه و کنار بعضی از اسم ها چند قطره از یه چیز قهوه‌ای ریخته شده بود، خون خشک شده. سعید گفت اینا پیمانن برای اینکه در باز کنی. گفتم کدوم در؟ یه لبخند زد، از همون لبخندای بیروحش. در بین ما و اونا. بعد سرش رو چرخوند و به گوشه اتاق اشاره کرد. اونجا یه چیزی بود، یه چیزی که اول فکر کردم مجسمه است، ولی وقتی چشمم عادت کرد دیدم نفس میکشه. یه زن با پوست خاکستری و موی بلند خیس که روی زمین ریخته بود. صورتش دیده نمیشد چون خم شده بود، ولی لباش زیر موها تکون میخوردن، زمزمه میکردن همون اسمی که قبلا شنیده بودم، نسرین. سعید آروم جلو رفت، زانو زد و انگشتاش رو گرفت توی دستش. زن یا اون موجود دستش رو بالا آورد و با انگشتای کشیده و سیاهش صورت سعید رو لمس کرد. یه صدای خفیف از تماسشون بلند شد، مثل سوختن چیزی روی پوست. من که توی شوک بودم نمیتونستم تکون بخورم. فقط نگاهم بین اون دوتا رفت و برگشت. سعید گفت اون برمیگرده سهیل، ولی باید چیزی از ما براش بمونه، یه تیکه، یه نشونه. بعد از جاش بلند شد، رو به من کرد و ادامه داد تو هنوز خالصی سهیل، هنوز خالصی. یه قدم اومد جلو، من عقب رفتم. پام خورد به دیوار. دیگه جایی برای فرار نبود. نور چراغ نفتی شدت گرفت، انگار زنده شده بود. شعله ها شروع کردن به پیچ خوردن.
سایه ها روی دیوار شکل گرفتن، سایه هایی که هیچ شباهتی به ما نداشتن. یه سایه از من جدا شد، بلندتر از خودم، و ایستاد کنار سعید. اون لبخند زد، به سایه نگاه کرد و گفت دیدی؟ خودش انتخابت کرد. جیغ زدم. نمیدونم بعدش چی شد. همه چیز تاریک شد. فقط یادم یه لحظه دستش روی گردنم بود و بوی استخوان‌دوز با بوی خون قاطی شد و بعد هیچ. وقتی چشمو باز کردم همه چیز داشت دور سرم میچرخید. حالت تهوع داشتم. یهو یکی کنارم داد کشید به هوش اومده. سر و صداهای دورمو میشنیدم. بعد از 3 هفته به هوش اومده. پرستار رو خبر کنید. یکی به دکتر خبر بده. بوی الکل و بتادین جای استخوان‌دوز رو گرفته بود. آروم چند بار پلک زدم. فهمیدم که روی تخت بیمارستانم و مامانم کنارم وایساده. بعد در با شتاب باز شد و بابا اومد تو. تمام بدنم درد میکرد، ولی بیشتر از همه دست و سرم. دستم آوردم بالا، به شدت با آن پیچی شده بود و از روی انگشت اشارم خون بیرون زده بود. نمیفهمیدم چی شده. یکم گذشت که یهو یادم اومد تو اون خونه متروکه افتاده بودم. خواستم داد بزنم ولی فقط یه ناله از دهنم بیرون اومد. خواستم مامانم رو صدا کنم ولی انگار صداها و کلمات تو گلوم خفه می شدن. همون لحظه یه دکتر و 2 پرستار اومدن تو. دکتر با صدای آروم ولی محکم گفت اتاق خلوت کنید سریع. به پشت سر پرستارا توی راه رو نگاه کردم. تو چارچوب در یه چهره خیلی آشنا ایستاده بود. سعید با چشمای سرخ داشت به هم نگاه میکرد و دستش یه شیشه بود و توی اون شیشه یه چیز شناور، یه چیز شبیه انگشت من.